پس این یه دلیلش که چرا این سختی و مشکلات توی زندگیمون هست همینه. خدا نیست که حالا اینا رو تو زندگیمون بیاره، ولی وقتی دشمن اونا رو میاره برای خیریتمون، خدا از همون استفاده میکنه. پس یه دلیلی که خدا اون موقع که میخوایم بلافاصله مشکلاتمون رو بر نمیداره به خاطر اینه که تمرین کرده قوی بشیم. تمرین ما رو قوی میکنه. چپ چپ نگاه نکنید برامون تمرین صبر و بردباری در ایمانه و باور خداست. رها نکردن و پشت و کار و خودداری و محبت کردن در وقتی که اوضاع به هم ریخته است، اینا رو ما لازم داریم. پس واقعا بهترین کاری که وقتی تو سختی و ناراحتی و مشکل هستید میتونید بکنید اینه که بگید دارم رشد میکنم. شیطان هر کاری میخوای بکنی بکن، برام کمک میشه که رشد کنم. من دارم رشد میکنم و خدا داره کمکم میکنه.